اما اینجا ما یک پیکان سحرآمیز داریم، پیکانی که عرض کردم هر روز تو خیابون میبینید، ولی این یه استثناست. یک پیکان با مغز الکترونیکی. این پیکان مثل یک بچه حرفشنو حرفای صاحبشو گوش میکنه و عمل میکنه بهش. از سازنده این دستگاه آقای اخباراتی تقاضا میکنیم تشریف بیارن. بله آقای اخباراتی، خودتون رو کاملا معرفی کنید و بعد در مورد کارتون و انگیزه‌ای که باعث شد این دستگاه رو بسازیم برای بینندگان عزیز ما مطالبی بفرمایید. به نام خدا و با عرض سلام حضور بینندگان عزیز و با عرض تبریک پیشاپیش سال نو، من محمد اخباراتی، همافر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که نصب کردم روی این اتومبیل و سیستم ها رو دقیقاً با مغز الکترونیک کنترل میکنه که این دستگاه رو ساختم مخصوص هواپیما که عیب‌های هواپیما رو قبل از پرواز پیش بینی میکنه و به خلبان مینویسه برای خلبان به خط فارسی و الان دقیقاً کلیه قسمت‌هاش رو حضورتون معرفی میکنیم و دستوراتش هم اجرا میکنیم. بله خب برای اینکه بینندگان عزیز بیشتر با طرز کار این ماشین آشنا بشن تقاضا میکنم که لطف کنید و شروع کنید دستور بدید به این بچه حرفشنو تا عمل کنید. ببینید این جلو یک کامپیوتر هست که دقیقاً در ارتباط هست با سیستم های مکانیکی و الکترونیکی اتومبیل که به زبان فارسی با میکروفون بهش صحبت میکنیم و دستورات رو خودش میگیره و اجرا میکنه. یک پیکان هست که همه دیدید، منتها این شیشه هاش برقیه که اتوماتیک هم هست، وقتی بالا میرسه خودش آف میکنه خاموش میکنه. در مورد دستوراتی که به ماشین معمولا میدین دستورش بدین؟ مثلا الان من بهش بگم موتور روشن بکنه ببینیم چی کار انجام میده. موتور روشن بکن. استارت بزن روشن شد. الان بشم بگم خاموش کنه مسلماً با اون خاموش میکنه. ولی خب قبل از اینکه بگین خاموش کنه فکر میکنم روی شیشه اگر آب بریزه اتوماتیکاً این برق واکنش هم اتوماتیک هست. خب حالا ما یکم آب یعنی اگه آب بریزیم روی شیشه برق واکنم خودش اتوماتیک کار میکنه. بفرمایید. آب که میریزیم روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. بعد وقتی که شیشه رو تمیز کرد اتوماتیک خودش میبره پایین و خاموش میکنه. کاملا حرفشنوی داره. یعنی اگر که من اشتباه بهش صحبت کنم، مثلا به جایی که بهش بگم روشن کن، بگم روشن نکن، هیچ وقت موتور روشن نمیکنه. یا کلمات رو اشتباه یا به صورتی که نهی اون کار باشه بهش صحبت کنیم اجرا نمیکنه. مثلا الان من بهش میگم روشن نکن، میبینید موتور روشن نمیکنه. آقای اخباراتی، اگر کسی دیگه غیر از شما هم به ماشین دستور بده بازم گوش میکنه حرفاشو؟ البته میشه این دستگاه رو تنظیمش کرد که برای کلیه، برای هر کسی که بخواد فرکانس صداشو میتونیم تنظیم کنیم روی کامپیوتر. منتها در همه حال فقط یک فرکانس، یک شکل موج صدا رو رد میکنه توی حافظه. مثلا اگر کنار خیابون باشه یکی بیاد بگه روشن شو، به هیچ وجه این کارو انجام نمیده. و صدای قبلی رو هم خودش پاک میکنه، یعنی از تو بایت های حافظه محو میکنه، صدای جدید رو میبره. مغز الکترونیکی اون در جلو ماشین هم که بهش بگیم باز بکنه برای ما باز میکنه. منتها اون جلو هم خودش میکروفون داره که رادار هست، سرعت ماشین رو کنترل میکنه. الان در باز هست، اگه من بهش بگم در رو باز کنه خب باز اهمیت نمیده. ما در رو میبندیم بهش میگیم الان در رو باز کنه. در کاپوت رو باز بکن. باز. بله اینجا میخونیم مغز الکترونیک اختراع همافر اخباراتی. این مغز الکترونیک هستش که برق 12 ولت ماشین که میبینید از